سلام، رمضانی هستم، کارشناس فنی محصولات شرکت داتیس. در خدمتتونم با معرفی و آموزش فر برقی رومیزی مدل DT700 داتیس. جنس دستگیره استفاده شده در این فر آلومینیوم آنودایز شده، شیشه بیرونی شیشه سکوریت مقاوم در مقابل حرارت، درب دستگاه به صورت دو جداره طراحی شده با قابلیت آسان بازشو برای مواقعی که شما بخواید شیشه داخلیتون رو نظافت یا شستشو کنید. ابتدا با فشار دادن قفل زبانه محافظ شیشه داخلی رو بر می‌دارید. شیشه داخلیتون رو میتونید به راحتی بردارید، نظافت کنید و سر جای خودش قرار بدید. پوشش دیواره‌های داخلی دستگاه از لعاب ایزی کلین استفاده شده. در این دستگاه یک عدد فن کانوکشن در قسمت سمت راست دستگاه قرار داره. این امکان رو به شما میده که دمای داخل فرتون رو به صورت چرخشی در بیاره و یک پخت یک نواختی رو داشته باشید. همچنین متعلقات داخلی این دستگاه یک عدد سینی کاملا لعاب شده، دستگیره سینی، دستگیره سیخ جوجه گردان، 2 عدد شلف استیک‌پزتون هست. فر داتیس دارای 3 عدد ولوم هست در قسمت پنل که ولوم بالا ولوم تایمر دستگاهتون هست که به 2 صورت عمل میکنه. خلاف جهت عقربه‌های ساعت که میشه حالت دستی، هر موقع غذاتون پخته بشه شما خودتون باید برید فرتون رو خاموش کنید و غذاتون رو بردارید و موافق جهت عقربه‌های ساعت از 20 دقیقه تا 120 دقیقه میتونید برای پخت غذاتون بهش تایم بدید. ولوم وسط ولوم حالتهای پختتون هست که به صورت سلکتوری عمل میکنه و مخالف یا موافق جهت عقربه‌های ساعت میتونید حالت پختتون رو انتخاب کنید و ولوم آخر درجه سانتیگراد یا ترموستات دستگاهتون هست که از 50 درجه مینیمم تا 250 درجه ماکسیمم میتونید برای پخت غذا بهش تایم بدید. معرفی حالتهای پخت دستگاه: حالت اول المنت بالا فن کانوکشن، حالت بعدی المنت پایین با فن کانوکشن، المنت بالا المنت پایین فن کانوکشن، حالت یخزدایی فن کانوکشن هست. شما گوشت، مرغ، ماهی یخزده رو میتونید داخل سینی فر قرار بدید. یه بازه زمانی 30 دقیقه‌ای زمان میبره حالت یخزدایی براتون انجام بشه. حالت بعدی المنت بالا، حالت بعد المنت بالا به اضافه جوجه گردون، حالت بعدی المنت بالا جوجه گردون فن کانوکشن و حالت آخر المنت بالا و فن کانوکشن. قبل از اینکه بخواید پخت رو با فرتون شروع کنید باید به فر پیشگرمایش بدید. برای پیشگرم کردن فرتون حالت پخت المنت بالا و پایین رو انتخاب کنید. یک تایم 10 تا 15 دقیقه رو بهش بدید با 200 درجه سانتیگراد. بعد از اینکه فرتون پیشگرم شد میتونید حالت پخت جدید بسته به طبق غذاتون رو انتخاب کنید، تایم پختتون رو وارد کنید و درجه سانتیگراد جدید رو بهش بدید. امیدوارم که معرفی و آموزش این فر براتون مفید بوده باشه. همچنین برای ارتباط با واحد خدمات کافیه شماره سریال محصولتون رو به سامانه پیامکی 021 74 937 پیامک بزنید. همکاران محترم در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.